عقل نمیرسن. برای من جالب است که چگونه آهنگساز با آوازخوان کار میکنه. وطن یکتاست، یکتای من و توست. وطن امروز و فردای من و توست. وطن یکتاست، یکتای من و توست. وطن امروز و فردای من و توست. همین یک واژه صدرنگی بهار است. وطن امروز و فردای من و توست. همین یک واژه صدرنگی بهار است. وطن امروز و فردای من و توست. وطن امروز بخشش دارتی نمیرویه زورشی و سخن یادم برامد. درود به شما، درود به بیننده عزیز. ما در دایره یک لایحه نو میخوایم که از فعالیت و کار و پیکار هنرمندی شایسته تاجیکستان نگینه امونخولا برای شما یک لایحه نو رو پیشنهاد کنیم و در این لایحه شما حتما با پهلوهای مختلف زندگی نگینه امونخولا آگاهی پیدا بکنید. درود به شما، درود به شما تابش لاله. خب در یک حالت خیلی خوب شما را دریافتم در حالت کاری و تابش لاله نیست چندین آهنگ های نگینه امونخولا را آماده کردن. از جمله در آغوش تو میمیرم، مشهورترین سروده که سوزش، محبت مرده از جفا، وطنی که عینی بسیار 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 است. چند وطن، اطلس ببری دلبری تاجیک عجب است و یک چند زیاد است. یک البوم زیاد است. شمارش راحت است کار کردن با بله بله. همین گونه شما بسیار وام میخورید. یک وقتی که بله ما در یک بار دو بار وام میخوریم. تا جایی که میدونم آهنگساز آهنگ رو با مثلا آوازخوان میفروشد یا که میدهد دیگر خودش میداند در اصلش. نه اگه تو بیش از آن جمله بسته‌کار نیستم. این که از همین سرش که آهنگ من گرفتم با من کار میکنن تو در استودیو ثبت کردن. بله تا استودیو و تو اسبابای موسیقی چی باید باشد چی کار باید کنیم همش ما یک جای مصلحت میکنیم. نه کس بسیار خودشان آدمی حلیم و مهربان هستند که اونجا بیاید با کم ترک سخت گپ میزنن. اون قدر هنرش اولوز که مثلا با من میکوبم کمبودیش میکوبم افسوس که نیست. اون رو راحت از همراهش کار کردن. شما با همه آوازخوان همین کار رو میکنید؟ راستی این همون سبکی من است، همون مناسبت من نسبت همون ایجاد و هنرم است. میخواهم که بله همون نازکی‌هاش نازک‌ترین اون چیزی که شما میخواهید آوازخوان باید همون رو باید. زیاد هنرمنده هستن مثلا من 80% که همون آهنگ سرود در ذهنم میخواهم که صدا دهد هنرمندی است که با 20% دیگه زم میکنه دیگه نه زم. تشکر. اگر سالش رو مثلا دقیقاً خواهید از 2012 من خوب در یاد دارم. خوب در یاد دارم چون که پیش از در آغوش تو میمیرم یک سرودی دیگر نیز بود که مشکل داریم. شعرش از خانم که خانم به بهانی بود، سیمین به بهانی و یک بحثم شد اونجا بود سخنه بود که گر بوسه میخواهی بیا یک نه 220 بیرم. اینطوری بود. بعد خوب نگینه خون ما کمتر ایوازش کردیم که خوب متنش فکر میکنم که تغییر میخواهد. ولتون تغییر دادید؟ نه کی تغییر داد؟ با شاعران مراجعه. بله با فکر خانم مهرنیسا. خانم مهرنیسا چه بود چه سرود میشود که یادتون است متنش؟ گر دوست می‌داری مرا با من بمانی جان مرا، گر دوست می‌داری مرا با من بمانی جان مرا، خوش آمدی بر دیدنم، خوش آمدی بر دیدنم مهمان مرا، خوش آمدی بر دیدنم، بنشین پی مهمان مرا، جانم فدا
جان تو خلاصه بله بله 2012 12 مد بله. فراموش میشه و خبیث بسیار فکر بسیار آهنگی جذاب و بعد جالب دشوارم بود کنم اون دشوارم بود یک لحن به لحنی هندویی هم داشت یک لحن هندی داشت یک وکالیز هندویی هم داشت من فکر کردم که میتواند که بسیار خوب این اولین آهنگی بود که شما بله. پاک بعد از این یک شروع کنکورمون کردیم این است 2008 ایجاد شد. در آغوش تو میمیرم از یک مجموعه یافته بودم استاد میرزا حسینی بدلی پور با تخلص مهرورز می نویسد نزد من ماند تو 2013 تا 2013 چگونه باز که چگونه 2013 استود راش ماند؟ چند نفری که آه. پیشنهاد کردم گوش کن. راستی ترسیدم خواندن نشد چون که کلترک در سخناش آغوش تو خیلی- میمیرم این یک همون بسیار شاه مصری نادر پور است که گفتم کتابش این کم ترک سخناش بسیار خیلی سخنرانی با جسارت هم من راستی گپ نمیتونم جسارت رو ندارم بعد یک از با من فهموندن که این نه آغوشی که آغوشی چی است خب آغوش معمولی که آه، خیلی- میگوییم این بله. یک دیگر توصیف نبود. ادبی است که بله، زیاد معنی واقعا. من همین مصرع میتواند همه را مویل کند در آغوش تو میمیرم در آغوش که از گرمی جان سوزی تنت سوزم در آغوش که از لبهای نرمت با دهانوشم در آغوش تو در آغوشه که با رغم خزانها سبز و گل پوشم در آغوشه که از احساس لرزش های رویایش مدهوشم در آغوشه که بار زندگی میافتد از دوشم در آغوشه که میگردد همه دنیا فراموشم در آغوشه که جای داد و فریاد است خاموشم مرا این دم چه دولت هست که با تو اما آغوشم در آغوش تو میمیرم شاهکار است واقعا شاهکار است چون کم سرودهایی هستند که اینقدر عمیق به قلب مردم جا میگیرن من شخصا نیست همینطور می‌سوزم در بین همون زیاد سرودهای لیریکی و عاشقانه‌ای که ایجاد کردم جایگاه این سرود تماما دیگر است اما زیاد میگویم که در ایجادیات نگینه بانو این سرود یک تحقیقات یک انقلاب کرد ما نه تنها در مثلا ایجادیات نگینه همون خوب گفتم مثلا خاصه در صنعت استرادای تاجیک در سبک سرودهای لیریکی این یک گردشی نو بود به این سبک به این مضمون به این رویه تا این وقت من سرودی تأثیر بخش و اینقدر شیرین رو نشنیده بودم و ببینید که بعضی سرودها جاویدانه هم هستند که از زمره همین گونه سرودها میخوام خوکساری میکنن دیگه اما یک سال نگذشته همین سرود جایزه داری جایزه جیلا 2014 شده کار ایجادی با نگینه خون راستی برای من یک راحت است اونیورسال بودن همین نگینه خون
یک همین اصطلاح هست آوازخوان اونیورسالی. ببینید در همین صنعتی بدون بیرون از جمهوری بها نمیتیم، فقط در همین دایره صنعت استرادی هنری تاجیکستان حالان که الکه این سرحد را عبور کرد با هنرش، از 4 منطقه دیار عزیز سرود میخونند، مقام میخوند، مکتب زرافشان را میخوند، مکتب ختلان را میخوند، مکتب بدخشان را خونده است. سرودهای خوب افغانی، ایرانی، به زبان روسی خواندنش را دیدم. من شاید هستم بودلر خانزاده یک سرود دارن. بله یادم است. ببینه انمین بهارا خوب که نه هنرمند، نه هر یک هنرمند راستی دارای همین خصلت است که آزاد تواند موسیقی دلخواه منطقه رو بله با آسانی مثلا همین بله میتواند، یعنی که مو ملکه سرایندگیش دست میدهد که نازکترین همون بسیار دشوار ما است. وقتی که هنرمند در یک پیراهه در یک چارچوبه هنروری میکند، از اون چارچوبه بیرون شدن، از اون مکتب از اون سبک بیرون شدن بسیار دشوار است. تشکر زیاد. بخیر خسته نباشید و ما در این لایحه میخواهیم که در چند بخش زندگی شما رو همراهی کنیم. پگاه سفر داریم به ناحیه جلال‌الدین بلخی. خب یک کنسرت داریم در استادیوم. اگر خواهش شما میل داشته باشید مرحمت میتونید اجازه میدید که با شما همراه رویم. بله چرا؟ خیلی جالب میشه و حتما که فردا فردا میخوریم، حتما صحبت های جالب در راه خواهیم داشت. و شما برام سلام، شما خوبید؟ با باوری نشینم بخیر. مرحمت. امروز یک هنر دیگری شما رو میبینیم، رانندگی. الان معلوم است که یک راننده حرفه‌ای هستید از همون بستن تسمه. اگر مخفی نباشد حجت رانندگی رو کدام سال گرفتید؟ حجت رانندگی در فکرم سال 2010 یا 9 یا 10. من در خاطر دارم که حامله دار بودم، بیکار بودم، بعد رفتم همون حجت سپردم، خواندم، بعد گرفتم. چون ما نزدیکتر با کارهای ایجادی شما اومد، با زندگی پس پردگی شما آشنا میشویم، بیشتر مردم گمان میکنن که مثلا آوازخوان‌ها و هنرمندان یک زندگی پر از رفاه، خرسندی و شاد دارن، ولی من حس میکنم این گونه نیست. خیلی است که یگان کار دنیا به آسانی نیست. همه چی یک مشکلی دارد، یک پشتی خودش یک با سختی ها دارد. لیکن اگر همین کسبت دوست داری، وقتی که همین هنرت دوست میداری، کسبت دوست میداری، در نظرت نمیتواند سختی ها. من شما میگم که ما شب روز در راه هستیم. واقعا بله، من بسیار خسته میشم. مادرم میاد میگه که تو چه خیلی قدر قوت داری که شبم در راه هستی، روزم در راه هستی، تو چه خیلی مانده نمیشوی. من آدمایی که در گرد اطراف من هستن و یا میبینن حیران میشون که چه خیلی من میتونم اینقدر قوا و انرژی از کجا من اینقدر میتونم. گفته که وقتی که کسب به دوست داری این چیزو در نظرت نمیتونه. چون یک هنرمند محبوب نمیتواند که زندگی آسوده داشته باشد. میشود که در جشن و مراسم و نوروز، جشن‌های میلی کارم به حد بسیار می شود. در یک روز مثلا در چند چهار بله، از باید سحر قرغان تپه برآمد کنم، ساعت 12 بروم دیگر ناحیه، با ساعت 2 بروم با دیگر ناحیه، با بالاخره با ساعت 5 باز در شهر. این خیلی در چیز آسان است، در نگاه اول آسان است، که بسیار دشوار است قدر راه رفتن آمدن. از این خاطر مثلا من سلامتی خودم رو قدر اهمیت داده نمیتونم. اصلا در جوانی خانه شما کدام نمودی کتاب ها هست؟ کتاب ها؟ اول کتاب تاجیکان است، بعد دیگر از کلاسیکان است، رودکی، فردوسی، غزلیات بیشتر چون کار ما همین است،
با نظم هست بیشتر. با شعر زیاد سر کار میکنیم. اینا هستن. بعد یک چند فیلسوفای برجسته دنیا. فلسفه کدومی از فیلسوفان برای شما بیشتر پسند است؟ با من یک چند کتابای دارم که در اما وقتی که در کار بودن در حیات من آمدن، حیات من دیگر کردن. خب کتابی زیگموند فرید، کتابی لویزا خی، وقت که اونقدر زیاد نیست. کدام روزها بیشتر کتاب میخونید؟ کتاب‌های اودیو بسیار گوش میکنیم. در ماشین، بله در ماشین، در تلفن همیشه هست. کتاب‌های صوتی. من وقتی که از یک جا به یک جا میروم، از سحر بیدار میشم تا به کار برآمدن و این چیزا، وقت من بیهوده نمیگذارم. یک چیز البته گوش میکنم، یک چیز به خود میگیرم. بعضی از هنرمندان هم گمان دارند که اگر ما متن‌های مثلا از کلاسیک‌ها استفاده بریم، شنونده زمان معاصر گوش نمی‌کنند. من فکر میکنم از همین ذوق هنرمند بسیار چیز وابستگی دارد، هم در موسیقی هم در شعر و سخن. و بعد نه اونی که مردم چی میخواهد گوش کردن، اونی که تو چی میخواهی به مردم برسونی. این به فکرم مهمتر است. بعد اول که من در یک چند سرود استرادی من غزل است. بله یک چند غزل‌های کلاسیکی هستن. اول همون آهنگسازا هم بسیار چی کردن که نمیشود خیلی سرود استرادی به غزل موندن و من همین یک دو پوچه در یک موزه گفتم نمیشود. چرا ما فقط همین سخنای دیگر همین کسی چیزی میگه همونا وای کنیم؟ نه، ما باید از خودمون وای کنیم که بعد یا شعرهای غزلهای کلاسیکو اینو جاویدانن، هزارو سال هم گذرد که اینو میمونن. اگر با زبان هنرمند اگر این چیزو وقتی که سرود میشود، بله سرود شود، این با عمرش باز زیادتر میشود. چرا نه؟ شما میدونید وقتی که همین سن و سال که بالاتر میشود، یعنی تو چند تو بزرگتر میشوی، عقلانی فکرانی بزرگ میشوی، تو بله تو محتاج همین خیلی کتابا میشوی، کتاب، گفته ها میکوی، خودت میکوی. هر کس مثلا زندگیش نه اون طوری که خودش میخواهد و اون طوری که این زندگی که جای میبرد هم خیلی است. بسیار آدمانم خیلی زندگی میکنن. نه که من که بسیار کنجکاو بودم در این مسئله، یک چند سال پیش همین کتاب بسیار مطالعه میکردم، خوندم، یک چند چیزای فهمیدم برای خود. من فکرانیم دیگر شد، عقیده هم در زندگی دیگر شد، ارزش‌ها دیگر شدن، عموما که خیلی دیگر شدم. این برای ما یک دستاورد بسیار بزرگ بود که من به سوال‌هایی که همیشه داشتم در بینه سر خود جواب یافتم. فیلم می‌بینید؟ فیلم هم بسیار می‌بینم، لیکن در آخر وقتا نمیدونم برای چی فیلم نمیتونم بسیار دیدم. من هر سحر که بیدار میشم، اولی چشمم نکشوده، من با شکرگویی روزم سر میکنم. بله من شکر میکنم برای عادی ترین چیزا، برای که من امروز بیدار شدم، صحت سلامت میبینم، افتابا میبینم. بله پدر و مادرم، فرزندکم، اهل خانواده من همه صحت سلامت، این یک بختی بلند است. بله آخر وقتا بسیارتر میخوام سروده باشن که شاد باشن، روحیت انسان چی بردارد. بله خب سرود هم باید وظیفه‌ش همین گونه باشه. بله همین خلاص. مردم در روزهای شادیش بیشتر سرود هست سرودایی که مثلا از مردم دردش تازه میکند، اینش هم خوب است. ما یک عنوان ندارم، لیکن همین وقت آخر راستیگه میخوام که بس کنم سرودای شکایتی خوانده، نه فقط سرودای روحیت شاد میکردگی، فقط سرودایی که انسان با یک
گرم میکند بله. زندگی. بسیارتر پوزیتیو باید باشد. بله. ҳамин тавр то ба ноҳияи ҷалолиддини балхӣ суҳбати гарму самимӣ доштем. дар ин ҷо нигинаро бештар аз 6000 нафар интизор буданд ва бо дасту дили боз истиқбол гирифтанд. мо ҳам бо шавқу ҳаяҷон таронаҳои ҷаззоби Нигина Амонқулованро шунидем ва бо мардум якҷо хурсандӣ намудем. дар пешаи шоистаи Тоҷикистон Нигина Амонқулова истиқбол мегирем. عاشقم از بحر سودای چنین جان میدهم. السلام علیکم. شده چنده که ز سودای تو غمگینم دلبر شیرینم غنچه باغ دل ای شاخه نسرینم دلبر شیرینم شده چنده که ز سودای تو غمگینم دلبر شیرینم غنچه باغ دل ای شاخه نسرینم دلبر شیرینم. من ز هجران تو بیمارم به خدا. بسیار عالی بود. بسیار قدر مردم به انرژی میدید. از اینکه اطراف میدان قدم زدید محض با اون کفشای بلند خسته نشدید؟ نه خسته نشدم، برعکس یک قوت دیگر گرفتم. این قدر آدم این قدر انرژی. بله. خوش اومدید. سلامت باشید. اینجا قدر صحبت نتونستیم خوب بله، انجام بله. بدیم. چون یک روز- بسیار شلوغ یک روز است. خونه ما میبرد به حضور هم صحبت میکنیم هم ثبت میکنیم. حتما سلامت باشید برای کار. غنچه باغ دل ای شاخه نسرینم دلبر شیرینم. السلام. السلام. شما خوبید؟ تشکر، شما خوب هستید؟ ما امروز مهمون شما. بیایید، خوش آمدید. این برای شما است. تشکر. تحفه. توفه. نمیگیم چی توفه است نه. ولی در جریان برنامه حتما خواهید فهمید. تشکر. غذا خوراکپزی، بله. و خوراکپزی مشغوله. همه سبزیجات و همه چیز هست، کدو، شلغم، سبزی همه چی هست. در خانه ما بسیار دوست می‌دارن. غذاهایی که بله. از طبیعت گرفته شده بله، است. بله. مثلا این می‌بینیم همش از ویتامین کدو است. است، لبلبو بله. است، کارتوشک است. بله. حتی جواری هم است. بله، جواری هم هست. خوب خلاص یک غذایی که بله. خودتون دوست می‌دارید. بله، من بسیار پختن دوست می‌دارم. بعد فرزندان هم بسیار عادت کرده هستن که در خانه غذا خوردن، در خانه بله. غذا پختن مزهش دیگر است. بله. من که یک دختر بودم در خانه 4 پسر داشتم، 4 بچه داشتیم. 4 بچه داشتیم. من زودتر یاد گرفتم چون همه اینا نهاری باید تیار میکردم. از مکتب که میامدم با یک چیزی باید میپختم که باید استعمال می‌کردن. بله. فکر میکنم از همین صنف 2 از صنف 2 3 علاقه خیلی بر. همه کار خونه میکردم. بله. وقتی غذا پختن چیزی زمزمه میکنید خود به خود؟ بله، یک تگی نفس یک چیز باید. یک چیز باید باشد. این عادت بله، همیشگی من است. وقتی خورد بودم دخترچه مدرک خیلی بودم، بر. تعطیل تابستانه میبرامدیم. روزش که خیلی خانه با من بیکار از همین سحر یک جورو من میگرفتم روی حقلی فقط زمزمه بعد مادرم فقط میگفت بگونی و میامد در دلش رو میزد از سحر همین خسته نمیشه. بله. تو بس میکنی یک بار چون بسیار وقتا بسیار شوقی سرودخوانی زیاد بود. شما چای گرفتن گرفت؟ برای شما هم ریزم؟ یگان شیرینی یگان چی دیگر؟ نه لازم نیست. شما
با خونه تو بیش بسیار میمون دعوت بله بله من دوست می‌دارم مهمون خودت خانم کردن. می‌کنی. بله بله خب ما امروز بهمان مهمون‌های شما شامل شدیم. خوش آمدید با بیایید. دست شما امروز باید چشید. عموما من یک انسانی هستم که همین فضای خانه درون خانه برای من بسیار مهم است. چون از خانه یک نیرو میگیری وقتی که تو آدمی سرکار هستی در کوچه بسیار میگردی. بله یک جای باید داشته باشی که از اونجا با یک نیرو گیری. یک وقتی خاص دارم برای خودم وقتی که همه کودک بسیار میکنم. یک وقت برای خودم دارم که خودم نهاری میکنم دیرتر نهاری میکنم با فکر خودم جا با جا میکنم با یک برنامه‌ریزی میکنم برای روز برای انسان مهم است که خاصه برای ایجاد کار تنها باشه. بله بسیار مهم. اگر مخفی نباشد چیز هم زمان میکنید صداتون خیلی پست. یک چند روز شد یک سرود گوش کردم یک حافظ ایرانی راستی نامش در خاطر ندارم لیکن بسیار یک سرود عجیب فقط همین سحر میخیزم همینا گوش میکنم کجا از خانه میبرم خانه میدارم همیشه در ماشینم هوای گوش میکنم. دل از من دلبری از توست یک هنرمند دل از من دلبری از توست سر از من سروری از توست قدر دایدم نیست دوست ولی زیبا است. سلام باش. سرود بسیار سابق است لیکن همین هر تیرماه که میشه همین سرود بر خاطرم میرسه. برا محبت تو کشت منم اسیر آن نگاه مگو سخن درشت مگو که عاشق گناه پس از 1000 ساله ها تو را چو دور بکافتم چو عشق خود بیافتم و سوی تو شتافتم برا محبت تو کشت منم اسیر آن نگاه مگو سخن درشت مگو که عاشق گناه. خیلی سرود شما من خیلی دوست می‌دارم. ولی منم میگن که یگام وقت اونجا میرویم بعد بشم دفتر میبینم میگه اپی دیگه ما همین خم مخلص شما مشبه از کودکی دست ما میگم چند ساله ما همین خم کلاس هستم دخترای کلام بچه‌های کلام میگه اپی من از خورسالی شما واقعا ما از خورسالی شما رو گوش کردیم. برای شما جالب نبود که ما همراه خود تحفه آوردیم؟ بله میبینه. بیایید. بفرمایید از شماست. تشکر. باز میکنید؟ خوشم مرحمت. خب منم کمک میکنم. تشکر. با عنوانی که تشکر زیاد. پیش از دسته پیشوی میلادی تشکر میگم مخیرم. رحمت من نداشتم این رسم. تشکر زیاد. یک عنوانی ارزنده بود همون زحمت هایی که سالهای طولانی داشته. خب نتیجه اش همین است. رحمت تشکر زیاد. شما برای پیشرفت برای من افتخار تشکر زیاد. در تمام جشن و چهاربینی های سطحی بالا پرونده کنید. حتما که اینم در یک گوشه خانه شما بله البته بله این برای تاریخی زندگی شما زندگی من تاریخ هنری من اینا فرزندان و نبیره ها هم روزا که اومد بله میبینم پیشوای معظم ملت بغیر از اون که به همه سمت‌های اجتماعی و اقتصادی و همه ساحه ها بسیار سهمگذار هستند سببگار هستند باز در همین سمت فرهنگ هنرمندا بسیار
یک توجه خاصه دارند، ولی بسیار خیلی که میگن موسیقی شناس هم هستند. محض با دستگیری پیشوای معظم ملت ما آمی خیلی هنرمند شدیم که امروز همه خرد و کلان و همه ما را میشناسند. من بسیار افتخارمند از آن هستم که من در این تاجیکستان عزیز به دنیا آمدم، در چنین عائله به دنیا آمدم، با چنین پدر و مادر خدا به من نصیب گردان. در همین قدر دولتی در همین قدر دولت تنج و آرام و آباد زندگی عمر به سر میبرم، فعالیت میکنم. برای من این یک نعمتی بی‌بهاست. عنوان گرفتم در مراسم و در توی معرکه ها هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان میگید. راستی گپ بسیار در گوشم میفورد. همین گپ پیشتر خود نمیفهمیدم، دیگه حاضر بسیار هم یک چی میشم. بله خرسندم میشم، یک افتخارم میکنم همون وقت. بله شکر. فکر میکنم دیگر این عنوان یک مسئولیتی گرانتر رو بدش. بله بسیار مسئولیتی گرانتر است. خب سفرهای هنری که از تاجیکستان بیرون میروید، خاصه اون روزهای فرهنگی که جمهوری تاجیکستان در کشورهای دیگر میکنند، چگونه سفرها هست؟ از اما سالی که من به کار اومدم در انسمبل دریا، از 2007 سال من به کار اومدم، تابستان 2007. از همین 2008 سال فقط ما سفر می رفتیم، چون انسمبل ما انسمبل دولتی بود. به همه سفرهایی که روزهای فرهنگی تاجیکستان در دیگر دولت ها می شد زیادترش می رفتیم. از همون جا که من دنیای دیدم، دیگر دولت های دیدم، زیباگی و به آرزوهای خودم رسیدم. راستی گفت همش از همین شرافت همین اونایی که من در همین انسمبل دریا کار میکردم، در کنسرت حکومتی بودم و به من نصیب گردید این روزا. در خارج از تاجیکستان بسیار به صنعت و به رقص و به هنر عموما یک توجه خاصه دارن. هر وقتی ما کنسرت میرویم، کنسرت های کلان در تالارهای بسیار کلان برپا می شود، با یک تاثیرات و با یک احساسات می روند همشون. بعد از کنسرت با پیش ما می بیان، با ما رسم می گیرن، با ما می گوین که بسیار سروداتون زیبا بود. من زیاده از اگر خطا نکنم یک 10 سرود بخشیده به وطن تاجیکستان دیار عزیزم، یک 10 سرود زیادتر دارم. و چون من عاشق وطن هستم، برای من بسیار مهم است، افتخار است، مهم است. تشکر زیاد که این چند روز، این چند لحظه های حیات خود رو برای ما بخشیدید، با ما گذراندید و ما از پهلوهای مهم حیات شما واقف گشتیم و احسنت که همین گونه یک زنی حلیم و مهربان و آوازخوان موفق و شناخته در کشور هستید و هزارها دل و هزارها مردم رو شاد میکنید. سپاس. تشکر از شما و از تلویزیون سفینه که وقتتان در این نداشت آمدید و کلبه ما. با کارهای جدید شما موفقیت آرزو داریم. تشکر.